خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست؟ پیوند عمر بسته به مویست، هوش دار، غمخوار خویش باش، غم روزگار چیست؟ معنی آب زندگی و روضه ارم جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست؟ مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست؟ راز درون پرده چه داند فلک خموش، ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست؟ سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟ زاهد شراب کوثر حافظ پیاله خواست، تا در میان خواسته کردگار چیست؟ عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حاضران در این جلسه، به ویژه خدمت میهمانان بزرگی که قدم رنجه کردن و رنج راه رو برای خودشون هموار کردن، قدم بر سر و چشم ما گذاشتند و شهر ما رو و جمع ما رو فر و فروغی تازه بخشیدند. من خیلی ذوق زده هستم و حقیقتش از این حضور شگرف حقیقتاً به من حق بدید یک مقداری دست و دلم بلرزه اینجا بیستم سخن بگم. بنده پیشتر عذرخواهی میکنم. قدمای ما معتقد بودند که سرزمین ها هم مثل انسان ها صاحب بخت و اقبال هستند. ان للبقاء دول، جایی خوش اقبالی داره، جایی بد اقبالی داره. حقیقتاً باید بگیم که ترشیز ما صاحب اقبال بلندی بوده. بهترین و قدیمترین گواهش هم این که زرتشت پیامبر سرو خودش رو، سرو مبارک و خجسته خودش رو در ترشیز ما کاشت
و این خاک اینقدر خوش اقبال بوده که بزرگانی همچون امیدالملک ابونصر کندری، احمد جام نابغی، ابوالحسن بستی صاحب تعبیر شگرف نور سیاه و بزرگان دیگری رو در دامن خودش پرورش داده. و در این ترشیز کهن که صاحب اقبالی بلند هست، جایی وجود داره به نام باغ فرهنگ ترشیز با محوریت کتابکده نردبان آسمان که اتفاقا اینجا هم صاحب اقبال بلندی هست. بزرگانی رو در خودش دیده که حقیقتا جای افتخار هست، از آقای دکتر شفیعی کدکنی، مرحوم استاد ایرج افشار، آقای دکتر ایرج پارسی نژاد و بزرگانی همچون استاد یاحقی که بار دوم هست خدمتشون هستیم، آقای دکتر راشد محصل که در همینجا برایشون آرزوی سلامتی میکنیم، دچار بیماری هستن، استاد مهدی سیدی و بله عرض میکنم آقای استاد علی اشرف صادقی و امروز هم که انشالله میزبانان شایسته‌ای باشیم برای بزرگانی که حقیقتا نام و آوازشون از مرزهای ما فراتر رفته. این جای بسی افتخار داره و انشالله که ما بتونیم میزبانان خوبی برای این بزرگواران باشیم. بر پیشانی برنامه ما نام دو حکیم نقش بسته، حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم عمر خیام. ما ابوالقاسم فردوسی رو به دو اعتبار بیشتر احترام میذاریم و تکریم میکنیم. نخست اینکه هویت ایرانی خودمون رو مدیون او هستیم، کسی که 30 سال بر پشت دار اندیشه نشست و فرش هویت ما رو بافت با وجودش. و دوم اینکه زبان پارسی رو جاودانه کرد. و حکیم عمر خیام، دانشمندی که هم در حوزه ریاضیات و نجوم صاحب آواز است و هم در حوزه رباعی سرایی و انعکاس جان و جهان ایرانی و پرسشگری ایرانی در مقابل هستی و روزگار. برنامه امشب رو ما در کتابکده در نظر گرفتیم که فضا صمیمیتر باشه و در یک فضای فرهنگی در واقع ما بتونیم این نشست رو برگزار بکنیم. بنده سخنم رو طولانی نمی کنم و از اونجایی که مهمانان ما خسته هستن، حدود 4-5 روزه که گرفتار برنامه‌های همایش فردوسی در مشهد بودن، بنابراین بنده سخنم رو کوتاه میکنم و دعوت میکنم از استاد آموزگار که ما ایشون رو همشهری خودمون میدونیم، ایشون حالا انشالله خواهند گفت خدمت دوستان، که به جایگاه تشریف بیارن و ما رو از سخنان خودشون بهره مند بفرمایید. با تشویقی که شما بفرمایید. اگر من ممکنه یه ذره احساساتی بشم، یه ذره صدام بگیره، چون واقعا بعد از 50 سال من دوباره به شهری اومدم که انقدر دوستش دارم. در سال 40 و 41 من اینجا بودم. دختر من اینجا دنیا اومده که 51 سالشه و میتونم بگم فرزند شماست و رویتون رو سفید کرده. به هر حال استاد دانشگاه هست در پاریس. ولی خاطره‌ای که من از اینجا دارم، الان یه مقدارشو برای خانم‌ها آقایونی که باشون بودم ذکر کردم، جز محبت، مهربانی، خانومی، آقایی من از کاشمریا ندیدم. یعنی واقعا میگم نه تعارف نه هیچ. من خیلی جوان بودم وقتی اینجا اومدم، دهه 20 به بعد 20 بود. اینقدر منو قشنگ اینجا پذیرفتن، خانم‌های اینجا، آقایون اینجا. من اون موقعی که اومدم تنها زن لیسانسیه‌ای بودم که اومده بود. الان شما چندین و چندین خانم‌های لیسانسیه، فوق لیسانس، دکترا دارید، ولی خب برید به حال و هوای سال 1140-41. خب من با تواضع تمام رفتم دبیرستان. محیط بسیار مهربانانه و بعد این خانم‌های اینجا به قدری با مهربانی اومدن به دیدن من و منو پذیرفتن. اصلا من یک ذره احساس غربت نکردم و بسیار خوشحالم که دخترم رو اینجا دنیا آوردم. من یه خاطری رو تعریف میکنم که برای دوستانم که اصلا ازتون معذرت میخوام، تکراری هست. وقتی که دنیا اومد اون موقع مد بود که همه بگن بچه‌مون تهران دنیا اومده. منم از تهران اومده بودم
و به من پیشنهاد کردن که من شناسنامه دخترم رو بنویسم تهران و من گفتم که این بدترین کاریه که من میکنم که اولین دروغ رو اولا وارد شناسنامه کنم با تولدش. و بعد در شهرستان متولد شدم. خودش نمیگم ولی به هر حال یه نوع ریشه داشتنه. توجه میکنید تهران هم دنیا اومدن باز ریشه داشتنه، ولی به دروغ آدم خودش رو بخواد اینجا اونجا. از کجا معلوم که کاشمر دنیا اومدن سطحش پایین تر از این باشه که آدم در تهران دنیا بیاد. و الان دختر من همیشه از من متشکره که من این حرف رو گوش نکردم و خیلی با افتخار همیشه شناسنامه‌اش از این که تو گذرنامه‌ش و همه جا اسم کاشمر هست واقعا مفتخره. این رو اول بهتون بگم. و بعد اگر شما اجازه میدید و براتون تکراری نیست اون یکی خاطره رم بگم براتون. و بعد من گفتم وقتی ما بعد از میرفتیم پاریس، بعد از اینکه اینجا ما کارمون انجام دادیم، بورس شاگرد اولی من درست شده بود، ما رفتیم پاریس برای دکترا و وقتی وارد شدیم دانشگاه، خیلی معذرت می‌خوام تکراریه براتون، و بعد اونجا دوستان از ما، دانشجوی فرانسوی از ما پرسیدن شما مال کجا هستید؟ من در شهر خوی دنیا اومدم. خوی یه شهری است در شهر آذربایجان. خیلی هم همیشه خوشحالم که. و بعد همسرم هم مشهدی بود. گفتم من خوی هستم، یا آذربایجانی هست تو آذربایجان، و همسرم هم گفت منم مال مشهدم. گفتن الحمدلله ما 2 نفر رو دیدیم که غیر از تهران جای دیگه دنیا اومدن، از بس که همه میرن اونجا. هی میگفتن با کمال افتخار ما، یعنی شهرستان های ما هر کدوم یه چیز داره. آقای دکتر الان یه حرفی فرمودن، خواستم به دنبال اون برم. آقای دکتر من یه کمی باید برم تو دنیای اساطیر دیگه، زرشتمه. عقیده دارم فره هست، یعنی ما هممون یه فره‌ای داریم. توجه میکنیم فره ها هم با اقسام دارن. مهمترینش که هممون داریم فره ایرانیه، ولی در کتاب ها اومده که شهرها هم فره دارند. یعنی همون تایید فرمایش جناب عالی است که ادبی فرمودید، من خیلی سطحی و پایین ترشو میگم. و به هر حال کاشمر حتما فره داره و من دلم میخواد فره داشته باشه چون مال منه. توجه میکنین کاشمر هم مال منه، تنها مال شما نیست، اصلا ایران مال هممونه. یعنی هیچ همه جای ایران به قول معروف سرای ماست. از این نظر من مفتخرم که الان اینجا هستم و من بسیار ممنون دانشمند بسیار گرامی آقای دکتر یاحقی هستم که این افتخار رو به ما دادن که یک همچین موقعیتی رو برای من فراهم کردن که بیام اینجا. من یک کمی احساساتی میشم، نمیتونم خیلی صحبت کنم، ولی به هر حال صحبت سر همین هست که داشتن فره خودش باعث همه چیزهاییست که در ایران اتفاق افتاده. همین یه هفته پیش بود من در بزرگداشت آقای دکتر خالقی این حرفو زدم، ممکنه تکراری باشه به جای شما شنیدید. من بر این باورم که ایرانی ها همه ایران رو دوست دارن، چه دلشون بخواد چه دلشون نخواد. و اونم به دلیل اینه که با فره ایرانی به دنیا میاد و ما هر کدوممون به نحوی این فره رو راضیش میکنیم. یعنی اگر راضی نکنیم از ما میگریزه، همونطور که در اساطیر از جمشید میگریزه، از دیگران میگریزه. یکیمون درس میدیم، یکیمون نمایشنامه اجرا میکنیم، یکیمون استاد میشیم، یکیمون پزشک میشیم، یکیمون کشاورز میشیم، ولی هممون اگر همون کار رو خوب انجام بدیم در حقیقت در خدمت فره ایرانی بودیم. و اگر ایران هست که من در همون سخنرانیم گفتیم که گل گلاب رو وادار میکنه ای ایران رو بسراید، ملک الشعرای بهار رو جلوی دماوند میبره و میگه ای کوه سفیده بود، پزشک رو به پزشکی وامی داره. یعنی همه اینها ما به نحوی در خدمت فره ایرانی هستیم. شهرهامون هم فره داره. خیلی از شهرها فرش میگریزه به دلیل خیلی چیزها، به دلیل برج‌ها، چیزهای ناراحت کنند. بعضی جاها سعی میکنن فرهشون رو نگه دارن. شما جز اونها هستید که دارید سعی میکنید که به هر حال فره رو نگه دارید. این روزا خیلی هم از فردوسی و اینها صحبت شد در حقیقت همه جا. من نمیخوام چیزایی رو که همه دانشمندها گفتن دوباره تکرار کنم درباره فردوسی، ولی من عقیده دارم فردوسی هم دنبال فره ایرانی بود که یعنی خیلی شاهنامه ها سروده شد، خیلی چیزها
پیشرفت، یعنی ما چند تا دیگه در برابر علما و دانشمندانی که اینجا هستن، من میتونم بگم که ما چیزهای زیادی داشتیم، شاهنامه‌های فراوانی داریم، شاهنامه‌های دیگه همتون نشمرم براتون، مال بلخی هست همینا، ولی چرا فقط مال فردوسی میمونه؟ برای اینکه فردوسی یک آنی داره. حالا اگر اجازه بدید یک مقاله من داشتم در مورد عنوانش بود خویشکاری فردوسی. خویشکاری فردوسی اینه که ما بجوریم چرا شاهنامه در بین آثار همانندش اینقدر خوش می‌درخشه، چرا اون یکی اینقدر خوش نمی‌درخشه. بعد چرا و فردوسی از چه منابعی، حالا اون خیلی دیگه تخصصی میشه، وارد اون مرحله نمیشم. و بعد اینه که با این روایت ها چی کار کرده که فردوسی اثرش رو ماندگار تر کرده. اول چرا فردوسی و نه دیگران؟ من شاید در اولش باید میگفتم که خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن. این اصلا از اون بالیدن های بیجا نیست. خب واقعا همینطوره، یعنی اینو ما نمیگیم، نولده که میگه، کی میگه، حالا دیگه نمیخوام با رفرنس حرف بزنم که سرتون رو به درد بیارم و خسته کننده بشه، این 2-3 کلمه از اینم خسته کننده تر بشه. ولی به هر حال چند نفر هستن که چند ملیتی در دنیا هستن، خب از هومر حرف میزنن، از هزیود حرف میزنن، از ایلیاد میگن، از تئوگونی میگن، ولی خب به هر حال اونها هم خیلی خوبن، ولی ما هم جزو اونهایی هستیم که یک اثر برجسته داریم که با افتخار میتونیم بلندش کنیم، بالا بگیریم و بهش بناسیم. این یکیش. دوم اینه که چرا فردوسی و نه دیگران؟ خب در تاریخ ادبیات ایران در ایران خیلی نویسنده ها هستن، ولی چرا یه نویسنده؟ در بین شعرای غزلگو خیلی از شعرا هستن، چرا فقط حافظ انقدر خوش می‌درخشه؟ همینه باید یه دلیلی داشته دیگه. همه از یار و می و معشوق و هجران یار گفتن، اما هیچ کدام حافظ نشدن. درسته؟ در زمینه شاهنامه هم همینطوره. خیلی ها تبازمایی کردن، استادان محترمی که هستن خوب میدونن، هم به نظم هم به نثر. ولی مهم اینه که چگونه گفتن مهم است، نه چه چیز را گفتن. اگر اشتباه نکنم سخنسنج‌ها معمولاً بر این باور هستند که در یک اثر ادبی نحوه گفتن مهمه و بیش از آنچه که به آنچه گفته می شود توجه شود به چگونه گفتن، یعنی گوی سبقت رو می رو باید. فردوسی هم اولا با این سهل ممتنعی که داشته، بعد از قرن چنان از یعنی نوشتهاش طوری هن که ما الان بگن توانا بود ترک دانا بود، کیه که اینو نفهمه؟ توجه میکنید؟ خب بعضیا میگن که فردوسی این زبان رو به وجود آورده، که خب البته این درست نیست. زبان ما وقتی که فردوسی شروع میکنه به حد اعلای به حساب پختگیش رسیده، یعنی تمام اون سایدگی ها رو انجام داده. خب زبان دلیلش هم اینه که ما یک گذشته بسیار درخشان داشتیم، یعنی هیچ بچه‌ای ناگهان دنیا نمیاد، رودکی ناگهان رودکی نمیشه اگر سابقه بسیار درخشان ادبیات اوستایی و پهلوی و اینها رو اگر نداشته باشه نمیتونه. چرا این دانشمندان مثلا اگر خب همتون میدونین که غالبا میگن که ادبیات از بعد از اسلام شروع شده، خب پس چرا در مالزی اینها به وجود نیامده؟ چرا در سایر کشورهای اسلامی اینها به وجود نیامده؟ دلیل اینه که ما اصلا پیش از اسلام و پس از اسلام نداریم، که ما یک تداوم فرهنگی داریم از قدیم شروع میشه. مگه میشه یه مادری قبل از اسلام یه جور لالایی خونده باشه، بعد از اسلام یه جور دیگه دیوار بکشیم وسطش؟ همون فرهنگ و همون تمدن از قدیم میاد آرام آرام خودشو جا میکنه و میرسه و خب در نتیجه ایران میشه، مالزی ایران نمیشه مثلا، از نظر ادبیات به این پایه نمیرسه. پس این یکی از اونهاست که باید این رو در نظر بگیریم. بعد اون آنی که شاهنامه رو جذابتر میکنه و مقبول عام و خاص میکنه، غیر از صحنه آرایی‌های ماهرانش، اتمام به موقعش، این
استفاده بهتر از این زبانی است که ساخته و پرداخته شده بود. ما یشت‌ها رو داریم قبل از اون، ما گات‌های اوستا رو داریم، ما یک ادبیات غنی داریم، گرچه خب میگن که اونها نبوده، ولی خب خوشبختانه با ترجمه هایی که اخیراً از تمام این متون قدیم شده قشنگ در دسترس همه قرار میگیره که هیچ بچه بی پدر مادری نیست وقتی که، یعنی یکی از بدترین حرفا اینه که بگن شعر وقتی بود که آهوی کوهی در دست چگونه دودا و ندارد یار بیار چگونه. این یه ذره توهین نیست به ما که بگن آغاز شعر فارسی این هست؟ البته منظور عروض فارسی یا چیزا، ولی وقتی که اینطوری میگن و کتاب ها هم مینویسن به ما میگن بله شما که شعر نداشتید تا بگن که مثلا امین، در حالی که ما شعرها رو داشتیم و الا بی خودی با یک همین آهوی کوهی در دست چگونه دودا رودکی به وجود میاد یا عنصری به وجود میاد. خب معلومه که ما یک سابقه خیلی درخشانی داشتیم. ولی خب حالا اینا رو بذاریم کنار. این زبان، یعنی من جزو کسانیم که فکر نمی‌کنم فردوسی این زبان رو به وجود آورده. فردوسی به این زبان تلالوی بیشتری بخشیده. این زبان بوده است تا فردوسی بتونه با اون حرف بزنه، نه اینکه یعنی این نسبت رو من دیگه به فردوسی بزرگمون نمیدم. من عقیده دارم اون بهتر تونسته از این موضوع استفاده کنه. ولی چیزی که درش باز من خیلی فردوسی شناس نیستم، هستن آقای دکتر اینجا، همه اینا بیشتر از من اینو میدونن، ولی من عقیده دارم که صمیمیت به ایران و اراده به این که بخواهد ایران را ایران نگه دارد به او یک صمیمیتی و یک آنی بخشیده که بتونه شاهنامه رو بهتر از دیگران بسازه. شاید دیگران این ایمان رو نداشتن. اون خویشکاری خودش رو میشناخته. خویشکاری تو ادبیات کهن ایران یعنی پیش از اسلام یعنی انجام وظیفه. برعکس اون که خیال میکنن فره مال شاهان بود و اینا، این درست نیست. همه فره دارن. کشاورزی که خوب کشاورزی کنه صاحب فره است، معلمی که خوب معلمی کنه صاحب فره است، صنعتگری که خوب صاحب فره است. اینم خویشکاریش یعنی فرهش این بوده که فکر میکرده این از دست این چی برمیاد، این باید هویت ایرانی رو جاودانه کنه و همین کارو کرد. و شاید به این دلیل من بدون اینکه کمترین بخوام بی احترامی کنم به ساحت شعرامون مثل دقیقی و کسای مروزی و ابوالعید مؤید بلخی و دیگران، مسعودی سالمی و غیره، ولی خب مال اونا نموند انقدر و مورد عامه قرار نگرفت، ولی مال این قرار گرفت به دلیل اینکه این خویشکاریش بیشتر بود، فرهش بیشتر بود، بیشتر میتونست. و بعد دیگه مسائل دیگری است که استفاده کرده. یکم ما کلا فردگرا هستیم که نباید باشیم. فردوسی شاهنامه رو به وجود آورده، ولی شاهنامه تنها کار فردوسی که نیست. شاهنامه محصول یک فرهنگی است که از قبل به هر حال جایگزین شده. همه ما میدونیم که شاهنامه ابومنصوری داشتیم به نصر و این اون رو داشتیم، ولی مستند کار کرده. تنها این نبوده، خداینامه ها بوده که همتون میدونین چی از خداینامه ها. خدا یعنی شاه دیگه در فرهنگ پیش از اسلام، اینا رو همه بلدین. خداینامه شرح حال تمام شاهان بود که نوشته میشد و ضبط میشد، برعکس اون چیزی که تهمت به ما میزنن که ما هیچ چی نداشتیم، ما نگارش نداشتیم، ما هیچ قبلش مکتوب نداشتیم. همه اینا مکتوب میشده. یعنی هر شاهی بخصوص در دوره ساسانیان هر شاهی هم تاریخی داشته و هم تاریخ روایی داشته. یعنی به روی کار اومدن اردشیر رو هم از نظر تاریخی می نوشتن، هم هزار داستان‌های پهلوانی که مال دیگران بودن بهش نسبت میدادن. در نتیجه اینا خداینامه بود و این خداینامه در دسترس این بود. و بعد سنت دینی هم به دنبال این بود، یعنی غیر از اون روایت‌های افسانه‌وار که خب اینها رو معمولاً همتون باز اینا چیزاییست که شما میدونید، من فقط تکرار میکنم براتون. خنیاگران و گوسانهای اون دوره اینو در ذهن داشتن و میخوندن با آواز و اینها میموند که ما قسمت‌های پهلوی اینا رو یعنی به زبان پهلوی اوستاشو نداریم، ولی مسلما نظامی تمام یعنی داستان‌های بزمی که نظامی میده به نظر من حتما زیربناش باید تو دوره ساسانی بوده باشه. منتها چون هر چیزی برای اینکه ماندگاریش باید یا سیاست دنبالش باشه یا دین.
یعنی با این دوتا چیز میتونه چیزی باقی بمونه. به همین دلیل کتاب‌های دینی ما باقی موندن، متوجه هستی؟ ولی به پهلوی منظورم، ولی اون متنای پهلوی بزمی ما باقی نموندن دیگه. همه میدونن ویسورامین اصلش پارتی هست، همه میدونن و ما حتما مطمئنیم که خسرو شیرین نظامی و سایر بهرام نامه اینا حتما باید یه گذشته بزمی در ادبیات پیش از اسلام داشته باشن که اینا فرزندان اونا باشن. غیر یعنی دو تا 4 تا امکان نداره. ولی خب به دلایل اینی که پشتوانش میدونید مسئله این بود و معمولا حتی دین مردان زردشتی هم روی خوشی با متنای بزمی نداشتن. به همین دلیل اونها به فراموشی سپرده میشه، منظورم به متن در متنای اصلیشون، و اینا باقی مونه. و بعدم گرایش به چیزهای پهلوانی و حماسی معمولا در مردم بیشتر هست. من خیلی دیگه تخصصی نمیخوام، میگذرم از چیزهای خیلی تخصصیش. پس یکی از چیزهای منابعش خدای نامه است، بعد ادبیات شفاهیه، چنین گفت دهقان، طبعا اونها یعنی ادبیات شفاهی، متنای دیگه که ما نمیشناسیم. میگن پهلوی میدونسته. برای من یکم مشکله که قبول کنم فردوسی به پهلوی کتاب ها رو خونده باشه، نمیدونم، شاید هم اشتباه میکنم اینا. ولی به هر حال این مسائل از خدای نامه گرفته شده، حتی مطالب مربوط به اوستایی شد. سخنم رو میخوام خیلی کوتاه کنم. پس مسئله دیگری که من به فردوسی یا آنچه که فردوسی راوی آن است، چون نمیتونیم بگیم خود فردوسی که شاهنامه رو ننوشته، که فردوسی راوی اونه، ولی یک گردشی به قهرمان ها داده و همین دلیل ماندگاریش شده، غیر از اون چیزهایی که ما گفتیم. اونم عبارت از اینه که مثلا داستان کیکاووس، ما در متون دینیمون، یعنی متون دینی که میگم متون باقی مانده از پهلوی، کیکاووس یه جور دیگه میره به آسمان. یعنی دیوها فریبش میدن، میگن باید بیایی تو به طرف بالا. به هر حال مسئله دیو است و خدای است و از این حرف. خب این برای جامعه تازه مسلمان شده اینها تعارض ایجاد میکنه، توجه میکنید با این حرف، و غیر قابل قبول میشود. یعنی اون پخته ساخت، یعنی خیلی به نظر افسانه وار میاد و ممکنه در نتیجه میاد. همتون بلد میدونید دیگه داستان کیکاووس رو چیکار میکنه، ملموسش میکنه، عقاب‌هایی رو بگیرن پرورش بدن، نمیدونم بعد اون را گرسنه نگه دارن برن و کاووس رو به این صورت میبره و به اونجا میرسونه. یا اصلا از کیومرث حرف نمیزنه. در اساطیر ما کیومرث پیشنمونه انسانه، پروتوتایپه، یعنی پیشنمونه انسانه، و بعد از اون فرزندانش مشی و مشیانه هستن. اصلا شما در کتاب تاریخ بلعمی جای دیگه از مشی و مشیانه اسمی میبینید، ولی در شاهنامه اصلا از اون نخستین انسان نمیبینید. برای اینکه این در جامعه‌ای داره کار خودش رو عرضه میکنه که مسلمانند، معتقدند و آدم و حوا میشناسن و نمیتونه در تعارض ایجاد کنه در برابر اونها. در نتیجه اصلا شما در تمام چیز از مشی و مشیانه حرفی نمیشنوید. و کیومرث که پیشنمونه است، پیشنمونه یعنی پروتوتایپ، پیش وجود آمدن انسانه، گیه مرده یعنی جان میرا، کسی که جانش خواهد مرد در برابر خدایانی که همیشه زندن، یه موجودی خواهد آمد که میراست. به جای اون میگه وقتی آفتاب وارد برج حمل شد کیومرث کت خدا شد. کت خدای کجا؟ یعنی طوری آمدن اون رو جلوه میده که هیچ تعارضی با اعتقادات مسلمانان زمان پیدا نکنه. این البته عقیده منه، من نمیدونم. یعنی میگردونه، گردش قهرمانانه تغییرش میده. یا خیلی موارد دیگر رو طوری میکنه که قابل قبول تر باشه تا داستانهای اوستایی. چون اگر عین اونها رو میذاش، ببخشید، طوری میشد که باید با انبار بلندش میکردن آدمهای متعصب ما، چنان که تعریف میکنن که گاهی حتی مثنوی رو نجس میدونستن در یه دورانی آدمهای متعصب. این کاری کرد، خدمتی که به هر حال به نظر من فردوسی میکنه، کاری کرد که
ما نترسیم از هویتمون. متوجه هستید؟ یعنی جامعه دینی اون زمان رو در نظر بگیرید و اینو ما مدیون اون هستیم که هنوز بچه‌هامون رو میتونیم اسمشون اسفندیار بذاریم، رستم بذاریم. یعنی هیچ تعارض ایجاد نکرد که این غیر از اسلامه. یعنی یک نوع آشتی بین به وجود آورد بین سنت‌های کاملا پیش از اسلام با آنچه که میتوانست مورد قبول عامه قرار بگیره و این رمز ماندگاری شد. یعنی هیچ گرفتاری ایجاد نکرد، هیچ تعارض ایجاد بشه. حالا اون داستان‌هایی که میگن که امروز صبح خیلی صحبتش شد و معتزله بودن، رافضی بودن، اینا اون مال شخص خود فردوسیه. ما صحبتمون کتاب شاهنامه اگر ماند و ماندگار شد به دلیل اینکه هیچ تعارضی با دینی که آمده بود و رایج بود و مردم متعصبش بودن و بهش اعتقاد داشتن ایجاد نکرد. در چه همه جا خونده شد، افراسیاب اون یکی و بعد دیگه نخواست بگه اهورامزدا و اهریمن، چون اگر میگفت میشد دین پیش از اسلام. اون تعارض نیک و بد رو آورد بین فرزند کیومرث سیامک قرار داد و پسر اهریمن. درسته؟ و اونها با هم دعوا کردن، اون رو کشت. یعنی در حقیقت تاریکی بر نور غلبه کرد، از نور دوباره هوشنگ زاییده شد، هوشنگ اومد انتقام اون رو گرفت و چند تا نوه هستند که در شاهنامه به مقام میرسن. اینا همه به نظر من یا هنر فردوسی، ولی شخص نگیم، هنری که فرهنگی که فردوسی به ما میده، یا اینو اونایی که خدای نامه ها رو کردن درست کردن، یا اونی که شاهنامه ابو منصوری رو کرده، به هر حال اونا کردن و ما از این استفاده کردیم. بعداً سایر مورخین هم سعی کردن همیشه عناصر زرتشتی رو حذف کنن برای اینکه ماندگار بشه، چون اگر میموند میشد کتابای دینی پیش از اسلام و نمیتونست. و همیشه ما بلدیم، یکی از ملت‌هایی که قشنگ بلدن چجوری چی رو با چی ترکیب کنن برای اینکه ماندگار باشن. چرا این همه فرهنگ‌های بزرگ از میان رفتن؟ البته من اعتقاد ندارم که فرهنگی از بین میره یا تمدنی از بین میره، در دیگری میمونه. ولی خب قبول کنید دیگه، یعنی خودش اینا چیزیست که همه شما بهتر از من میدونید. مصر اونقدر که الان یک کشور عربی مسلمان هست، اون فرهنگ درخشانش زیاد نشان درشون نمیبینین، اما ما هنوز ایرانی هستیم، فارسی حرف میزنیم، مسلمان هم هستیم. متوجه؟ یعنی این رو خیلی قشنگ ما بلدیم چیکار کنیم. متوجه است؟ اگر موقعیت بود واقعا یه مثال جالبی میزدم که چطور ما فرهنگ‌های قدیم رو میگیریم، با خودمون میآمیزیم، با اعتقادات کاری ندارم، ولی بلدیم چیکار کنیم، بلدیم و به همین دلیل موندیم، ولی نمیموندیم. زبان ما هنره که ما زبانمون رو نگه داشتیم. ما زبانمون عربی، همه من خودم خیلی خوب عربی بلدم، متوجه هستید؟ من نمیگم زبان عربی بده، ولی زبان ما فارسیه دیگه. ما زبانمون از دست ندادیم. این یه هنر کیه؟ هنر امثال فردوسیه، هنر امثال اوناییست که کردم و هنر خود زبان فارسیه که به نهایت عظمت رسیده بود و دیگه نمیشد کاریش کرد. یه وقتی هست که دیگه شما نمیتونین به هر حال یه چیزی رو به کاری برسید. ضمناً میدونم خسته شدید، کوتاه خواهم کرد حرفم رو. و ضمناً ما یادمون باشه که فردوسی کسی نبوده، البته از روی متون برداشته، شاهنامه ابو منصوری رو داشته، اما اون یعنی چیزها رو سروده است، نه اینکه دشه. ناظم نیست، شاعر است. ناظمونه که شما میذارید دونه دونه نظمش میکنید، مثل کتابای لغت برای اینکه آدم یاد بگیره، یا خیلی از شاعرای ما ناظمن، شاعر نیستن. توجه کرد؟ یعنی به نظم میگن، ولی این شاعره. اینا آورده، روایت ها رو کرده، مثل یک هنرمند با اینا بازی کرده. توجه میکنید؟ و در نتیجه همین کوتاه میکنم که خیلی خسته نشید، و طوری کرده است که الان
ما فردوسی رو داریم، شاهنامه رو داریم. بعد از این همه مدت، بعد از یه مدت هم که اوایل بی احترامی شد و ما رفته بودیم توس، آقای دکتر، من یادم که خانم دکتر غریب که همکار ما هستن میگفت که من خیلی ناراحت شدم، رفتم توس و دیدم که اوایل انقلاب بود یکی توف کرد روی قبر فردوسی و خیلی ناراحت بود. گفتم خانم دکتر صبر کنین، بزرگی خودش همیشه نشون میده. 10 دفعه هم تا و وقتی اون روز نشسته بودیم و این عظمت از فردوسی حرف میزدن، دیدم آدم باید فردوسی باشه. هر قد بکوبی فردوسی رو، فردوسی بازم بزرگتر میشه، بازم بزرگتر میشه. یعنی ما اینا رو دیدیم. سن من به هر حال خیلی چیزها رو دیده. توجه میکنید، خوشبختانه خوشحالم از همه شما بزرگترم، فکرم سنم به همین دلیل خیلی چیزهای بیشتری رو دیدم و از این نظر آدم باید فردوسی بشه تا دیگه نتونه. من دیگه با یک عبارت آخری حرفم رو تموم میکنم. میگم فردوسی پیکرتراش پیری نبود که تنها چکشی بر سنگ کوبد و پیکری بی روح سازد. او آرشی بود که همه وجودش را، جوانایی و دارایی و جان و روانش را در این اثر نهاد و همچون آرش خود تیر شد تا گستره ایران گسترده تر شود. فردوسی خود شاهنامه شد تا سالیان سال ایران و فرهنگ ایرانی زنده بماند. او پیر شد، فرتوت شد، پیمان شکنی از فرمان روایان دید، مرگ به سراغش آمد، ولی سایه‌ای ساخت که جوانان ما زیر سایبان اون هنوز فردوسی رو دوست دارند و فرهنگ و نام ایران را از آسیب زمان حفظ می‌کنند. متشکرم. با تشکر از استاد آموزگار و نکات بسیار مفید و جالبی که برای ما بیان فرمودن. بنده خاطرم است که اولین کتابی که از استاد آموزگار خوندم شناخت اساطیر ایران، ترجمه ایشون و مرحوم احمد تفضلی بود، اثر جان هینرز، و هنوز اون شهد اون کتاب در کام من هست. و معمولا وقتی نامی از استاد آموزگار میاد، خواه نخواه نام مرحوم تفضلی هم به ذهن متبادر میشه که ناجوان مردانه ایشون خب چه عرض کنم